فصل نهم، اصرار. گام هشتم به سوی ثروت. اصرار و پایداری عامل حیاتی برای تبدیل میل به معادل پولی آن است. بنیاد بردوامی و پایداری قدرت اراده است. وقتی نیروی میل و اشتیاق و اراده به دستوری ترکیب شود، ترکیبی مقاومت ناپذیر ایجاد می شود. موفقهای بزرگ گاه به خونسردی و گاه به بیرحمی متهم می شوند. اینها بسیار نادرست داوری می شوند. آنچه آنها دارند قدرت و اراده است که آن را با پایداری و بردوامی در هم می آمیزند تا به شرایط دلخواه خود برسند. بسیاری از شخصان با مشاهده نخستین نشانهای مخالفت یا ناباوری یا نابرابری از هدف خود فاصله می گیرند. در این میان تنها اندک کسان به رغم همه مشکلات پایداری می کنند تا به هدف خود برسند. رسیدن به پیروزی و موفقیت اکثراً استفاده از 13 اصل مهم را لازم دارد که فلسفه این کتاب را تشکیل می دهد. باید فلسفه این کتاب را درک کنید و از آنها به دوامدهی کافی برای رسیدن به هدفهایتان استفاده نمایید. آزمونی بر دوامی. اگر شما این کتاب را بخوانید تا از دانش نهفته در آن آگاه شوید، نخستین آزمون شما در زمینه پایداری و بردوامی زمان مشخص می شود که 4 اصلی در فصل دوم آورده شده را پیگیری کنید. تا زمانی که شما در گروه آن 2% شخصان که هدفی قطعی را پی میگیرند نباشید. تا زمانی که برنامه مشخصی نداشته باشید ممکن است دستورالعمل‌ها را بخوانید اما به توجه به آنها به کار خود بپردازید. نداشتن حیثیت بردوامی در کار یکی از سبب‌های ناکامی است. گذشته از آن تجربه هزاران انسان ثابت کرده است که نداشتن بردوامی نقطه ضعف است که بسیاری مردم با آن روبرو هستند، اما با تلاش و زحمت میتوان بر این نقطه ضعف غالب آمد. آسانی موفقیت تنها وابستگی به شدت میل و اشتیاق شما دارد. نقطه آغاز همه موفقیت ها میل و اشتیاق است. این را همیشه در نظر داشته باشید. میل و اشتیاق نتیجه های ضعف کم و به بار می آورد. همان طوری که آتشی اندک گرمایی اندک تولید می کند، اگر احساس می کنید فاقد پایداری و بردوامی هستید، باید میل و اشتیاق خود را افزایش دهید. کتاب را تا به آخر بخوانید و بعد از سری نحو به فصل 2 بروید. دستورالعمل‌های پیشنهاد شده را مطالعه کنید. اشتیاق شما در رعایت این دستورالعمل‌ها میزان علاقه‌مندی شما به پول و ثروت را نشان می‌دهد. اگر احساس بی‌فرقی دارید، البته هنوز ذهنیت پولدار شدن را به دست نآوردید و این چیزی است که برای جمع ثروت باید به آن مجهز باشید. پیروزی از آن کسانی است که مغز آماده برای جذب دارند. اگر احساس میکنید از پایداری و دوامدهی خوب برخوردار نیستید، به مطلب‌های پیشنهاد شده در فصل گروه همکاران توجه کنید. از دیگران کمک بگیرید. با کمک تلاش‌های دستگیری این گروه میتوانید بر دوامدهی و پایداری خود بیفزایید. در زمینه بردوامی در فصل‌های بردوامی و ذهنی نیمه هوشیار نیز مطلب‌های بیان کردیم. از راهنمای این فصل استفاده کنید. دیگر از کمی بردوامی رنج نخواهید برد. ذهن نیمه هوشیاری شما در خواب و در بیداری فعال است. ذهنیت ثروت یا ذهنیت فقر. تلاش‌های گاهی برای استفاده از این قانون‌ها بی‌فایده است. برای رسیدن به نتیجه‌های دلخواه به طور پیوسته و با ترتیب از تمام قانون‌های پیشنهاد شده استفاده کنید تا استفاده از آنها عادت همیشگی شما شود. به هیچ راه دیگر نمی‌توانید ذهنیت پول را در خود ایجاد کنید. فقر نصیب کسی می‌شود که ذهنش مائل به آن است. به همین صورت ثروت هم نصیب کسانی می‌شود که برای جذب آن آمادگی دارند. با این حال در هر دو مورد قانون‌ها مانند حاکم هستند.
ذهنیت فقر به استفاده آگاهانه از عادتهای مناسب آن رشد می کند. ذهنیت پول باید در شخصان ایجاد شود مگر اینکه کسی با آن ذهنیت تولد شود. به مفهوم دقیق عباره‌های قسمت پیش توجه کنید تا به معنای بردوامی در جریان جمع ثروت و رسیدن به موفقیت پی ببرید. به بردوامی از همان آغاز مغلوب می شود، اما با بردوامی در شمار برندگان قرار می گیرید. اگر تا کنون گرفتاری کافت و کاف شده باشد، ارزش دوامدهی را درک می کنید. در بستر دراز کشیدید، نیم بیدار هستید، احساس خفگی دارید. نمی توانید بغلطید و نمی توانید موشک‌های خود را تکان دهید. احساس می کنید باید بتوانید اداره موشک‌های خود را به دست بگیرید. به کمک نیروی اراده طبعا با بردوامی سرانجام انگشتان یکی از دستهای خود را تکان می دهید. وقتی به تلاش خود ادامه می دهید، کم کم موشک‌های یک دست خود را تکان می دهید. لحظه های بعد به جای می رسید که می توانید آن یک دست را از زمین بلند کنید. به همین طریق اداره دست دیگری خود را نیز به دست می گیرید. آنگاه نوبت به موشک‌های ساق پا می رسد. می توانید اراده موشک‌های یکی از ساق‌های خود را به دست آورید و آنگاه به سراغ ساق پای دیگر می روید و کمی دیرتر با حرکتی تون اراده سیستمی موشک‌های خود را به دست می آورید و از کافت و کاف بیرون می آید. این کار به صورت قدم به قدم امکان پذیر شده است. چگونه از بی‌حسی ذهنی نجات پیدا کنیم؟ ممکن است تصور کنید که از بیهوشی ذهنی هم به همین شکل باید برآمد. ابتدا با حرکت آهسته آغاز می کنید، آنگاه بر سرعت خود می افزایید تا بر اراده خود غالب می شوید. مهم نیست که سرعت شما در آغاز چه اندازه است. پایدار باشید و بردوامی به خرج دهید. با بردوامی موفقیت حاصل می شود. اگر در انتخاب گروه همکاران خود دقت لازم را به عمل آورید، باید دست کم یک نفر را داشته باشید که شما را در کاری بردوامی یاری دهد. بعضی از کسانی که در جمع ثروت به موفقیت‌های بزرگ دست یافته‌اند، از روی ضرورت این کار را کردند. آنها عادت دوامدهی را در خود ایجاد کردند، زیرا تحت تأثیر شرایط چاره جز این کار نداشتند. کسانی که عادت دوامدهی را در خود می‌کارند، خود را در برابر شکست بیم می‌کنند و به توجه به ناکامی‌های اولیه سرانجام به فراز زینه‌های ترقی و پیشرفت می‌رسند. گاه به نظر می‌رسد که دستی راهنمای در کار است که هدفش آزمایش انسان‌ها در شرایط دشوار باشد. کسانی که بعد از شکست خود را بالا می‌کشند و به تلاش خود ادامه می‌دهند، از در وارد می‌شوند و دنیا به آنها مرحبا و آفرین می‌گوید. ندای به آنها می‌گوید می‌دانستم که موفق می‌شوی. هیچ کس نمی‌تواند قبل از موفقیت در آزمون بردوامی به پیروزی برسد. کسانی که در این آزمون به موفقیت نمی‌رسند، امکانات برای پیروزی ندارند، امتیاز نصیب نمی‌برند. اما کسانی که در این آزمون شرکت می‌کنند، به دلیل وامدهی خود موفق می‌شوند. به هدف خود می‌رسند. اما این همه ماجرا نیست. آنها به چیزی به مراتب مهمتر از جبران پولی می‌رسند. باور می‌کنند که هر شکست به همراه خود تخم‌هایی به همان اندازه مفید اسبی یتک می‌کشد. بر فرازی شکست‌ها. در این قاعده استثناء‌هایی وجود دارد. بعضی‌ها به حکم تجربه اهمیت دوامدهی را می‌شناسند. اینها کسانی هستند که شدت اشتیاق در آنها به قدر موج می‌زند که هر شکست سرانجام به موفقیت می‌رساند. در زندگی به شخصانی بیشمار بر می‌خوریم که شکست می‌خورند، به پایین می‌غلطند و هرگز خود را بالا نمی‌کشند. اما در این میان به کسانی بر می‌خوریم که شکست را مقدمه پیروزی و اصرار برای تلاش بیشتر می‌دانند. آنچه را ما نمی‌بینیم قدرتی ساکت و مقاومت ناپذیر است.
که به کمک کسانی که در شرایط یأس و ناامیدی به جدال خود ادامه می‌دهند می‌شتابد. اگر قرار باشد در ستایش از یک نیرو حرف بزنیم، آن نیروی بر دوامی برمیخیزد. آنچه مسلم است این است که بی بردوامی کسی نمیتواند به موفقیتی بزرگ برسد. هنگام نوشتن این مطلب ها به برادوی، گورستان امیدهای مرده چشم می‌دوزم. مردمی جویای شهرت، فرصتی مناسب، عشق یا هر چی انسان بتواند نام موفقیت را بر آن بگذارد، از همه نقطه های عالم به برادوی آمده اند. اما برادوی به آسانی و به سرعت فتح نمی شود. برادوی به استعداد فوق‌العاده، به ذهن هوشیار و به تلاش شخصان پاداش می دهد. تنها در این صورت است که می توان رمز فتح برادوی را کشف کرد. رمز و رازی برادوی در قالب واژه خلاصه شده است و این واژه چیز جز بردوامی نیست. رمز و سری برادوی در ماجرای فنی خرست و نقش بردوامی در پیروزی او قرار دارد. او به نیویورک آمد تا نوشتن را به ثروت تبدیل کند. این مهم به سادگی میسر نشد، اما سرانجام از راه رسید. خانم خرست مدت 4 سال با گرد و اطراف نیویورک آشنا شد و آن را تجربه کرد. او تمام مدت روزها کار میکرد و شبها در رویا فرو میرفت. خانم خرست در برخورد با مشکلات نگفت که بسیار خوب برادوی، تو پیروز شدی، من تسلیم هستم. بجای آن گفت بسیار خوب برادوی، تو میتوانی بسیاری ها را از میدان بدر کنی، اما من در شمار اینها نیستم. من تو را به تسلیم مجبور میکنم. یکی از این ناشرها 34 بار به او جواب منفی داد تا اینکه بالاخره پذیرفت که یکی از ناشرها داستانهای او را به چاپ برساند. شاید اگر بجای او دیگران می بودند، با دریافت نخستین جواب منفی دست از کار می کشیدند. اما خانم خرست 4 سال تلاش کرد. او دارای تصمیم به پیروزی بود تا اینکه طلسم شکست. فنی خرست آزمایش خود را پس داده و موفق از میدان بیرون آمده بود. از آن زمان به بعد ناشران جملگی در هموار کردن راه او کوشیدند. پول چنان به سوی او روان شد که توان شمارش آن را نداشت. کمی دیرتر سیلی پول به جانب او در حرکت بود. تا اینجا به هنری بردوامی آشنا شده اید. فنی خرست هرگز یک استثنا نیست. هر جا که به کسی برخورده که در حال جمع ثروت است، بدانید که دستی بردوامی در کار بوده است. در برادوی همه می توانند پیاله چای و ساندویچ برای خود آماده کنند، اما کسانی که فراتر از اینها را می بینند به دوامدهی دیگرگونه نیاز دارند. کیت اسمیت هم شکر خداوند را به جای می آورد. او سالها به پول و اجر و موز در برابر هر میکروفونی که یافت آواز خواند. برادوی به او گفت بیا هر چی را که می توانی بگیر و کیت چنین کرد تا اینکه سرانجام برادوی تسلیم شد و به کیت گفت بسیار خوب، چقدر میخواهی؟ هر قدر میخواهی بستان. و کیت جواب داد بهای من زیاد است. خود را برای ریاست آموزش دهید. بردوامی ذهنیت است که میتوان آن را کاشت و بسیار کرد. بردوامی هم مانندی همه جنبه‌های ذهنی سبب‌های مشخصی دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به موردهای زیر اشاره کرد. هدفی مشخص، دانستن این که چی میخواهیم نخستین و احتمالاً مهمترین گام به سوی افزایش بردوامی است. داشتن انگیزه قوی به شخص کمک میکند تا به بسیاری از مشکلات خود غالب آید. میل شدید بردوامی و پایداری را افزایش میدهد.
تکیه کردن به نفس. به توانایی‌های خود باور داشتن شخص را تشویق می‌کند تا برای عملی شدن برنامه‌های خود بکوشد. تکیه کردن به نفس با مطالعه فصلی مربوط به خود تلقین کنی و رعایت روش‌های آن امکان پذیر می‌شود. برنامه‌های مشخص. برنامه سازمان یافته حتی اگر ضعیف و غیر عملی باشد دوامدهی را تشویق می‌کند. دانش دقیق. آگاهی از درستی برنامه دوامدهی را تشویق می‌کند و حال آنکه تخمین به جای دانستن نابود کننده دوامدهی است. همکاری، همدردی، درک کردن و هماهنگی با دیگران دوامدهی را افزایش می‌دهد. قدرت اراده. عادت مرکزانیدن فکر به ایجاد برنامه‌های برای رسیدن به هدف مشخص و بردوامی و نیرومندی می انجامد. عادت. بردوامی نتیجه مستقیم عادت است. مغز بخشی از تجربه‌های روزانه را جذب می‌کند. ترس از جمله بدترین دشمنان انسان است که می‌توان آن را با تکرار اقدام‌های دلیرانه از بین برد. هر کس در جنگ اشتراکی فعال داشته باشد این را به خوبی می‌داند. به دوامدهی خود بیفزایید. قبل از پایان بحث بردوامی مشخص سازید که در چه زمینه‌هایی از این کیفیت لازم بی بهره اید. خود را دلیرانه بسنجید و ببینید که کدام یک از 8 مورد فقر در شما وجود ندارد. در جریان این تحلیل مشخص می شود که در چه زمینه‌های به تجدید نظر در خود احتیاج دارید. اکنون شما را با دشمنانی که میان شما و موفقیت جدایی می اندازند آشنا می کنیم. نه تنها با نشانه‌های صنعت در بردوامی آشنا می شوید، بلکه با سبب‌های عمیقاً جای گرفته در ذهن نیمه هوشیار خود در زمینه این ضعف آشنا می شوید. این فهرست را با دقت مطالعه کنید. ببینید که کیستید و در انجام چه کار از شما صبر می آید. اینها نکته‌های ضعفی هستند که همه علاقمندان کسب ثروت باید از آن آگاهی داشته باشند. 1. ناتوانی در شناخت و تعریف دقیق خواسته های خود. 2. سهلنگاری و به فردا گذاشتن کارهای امروز به دلیل قابل قبول. 3. بی‌علاقگی به آموختن دانش‌های تخصصی. 4. شبهه و دودیلگی به تأخیر انداختن تصمیم گیری ها به جای پرداختن به آنها. 5. عادت تکیه کردن به توانایی ها به جای ایجاد برنامه‌های مشخص برای حل مسئله ها. 6. از خود راضی بودن. درمان برای این مشکل وجود ندارد و کسانی که از آن رنج میبرند امیدی برایشان تصور نمی شود. 7. بی‌فرقی که به سادگی در آمادگی شخص برای مصالحه در همه زمینه‌ها به جای مقاومت در برابر آنها مشاهده می شود. 8. دیگران را مسئول اشتباهات خود دانستن و قبول شرایط نامناسب به عنوان امر ناچار. 9. کمی میل و انگیزه. 10. تمایل به تسلیم شدن در برخورد با نخستین نشانه‌های شکست. تأثیر یک یا چند مورد از هراسایی ششگانه. 11. نبودن برنامه‌های سازمان یافته. 12. بی‌توجهی به نقطه نظرها با استفاده از موقعیت‌ها. 13. آرزو کردن به جای مائل بودن. 14. تن دادن به فقر به جای تصمیم گیری برای ثروتمند شدن. 15. توجه به راه‌های میانبر برای رسیدن به ثروت و تناسایی. قماربازی کردن و فعالیت‌های بهان مانند. 16. ترس از انتقاد. ناتوانی در برنامه ریزی به دلیل ترس از حرف‌های دیگران. اگر از انتقاد می ترسید
اجازت بدهید برخی از نشانه‌های ترس از انتقاد را بررسی کنیم. بسیاری مردم به خویشاوندان، دوستان و آشنایان خود اجازت می‌دهند که در زندگی آنها دخالت کنند. همه اینها از ترس انتقاد پیدا می‌شوند. گروهی بسیاری از مردم در ازدواج و در معامله‌های تجارتی خود اشتباه می‌کنند و شرایط نامناسبی می‌رسند، ناخشنود می‌شوند، زیرا از انتقاد می‌ترسند که انتقاد کنند و یا مورد انتقاد قرار گیرند. هر کسی که تسلیم این ترس شده است از سنگینی ذره‌های آن آگاه است و می‌داند که آسیبی که از آن می‌خیزد اشتیاق و میل و موفقیت را در شخص نابود می‌کند. بسیاری از شخصان پس از ختم مکتب به ادامه دریافت دانش اقدام نمی‌کنند. دلیل اصلی این نیز ترس از انتقاد است. بسیاری از شخصان، زن و مرد و پیر و جوان، به دیگران اجازت می‌دهند تا در زندگیشان دخالت کنند. اینها نیز از انتقاد می‌ترسند. بسیاری از شخصان از دست زدن به کارهای امکان پذیر و خطرناک در زندگی خود دوری می‌جویند. اینها نیز هراسدگانند که شکست می‌خورند و مورد انتقاد قرار می‌گیرند. ترس از انتقاد به مراتب قوی‌تر از میل و موفقیت است. وقت اندریو کارنگی به من پیشنهاد کرد که درباره 20 سالی موفقیت‌های شخصیش را به بررسی گیرم، لیکن از گپ مردم هراس داشتم. پیشنهاد کارنگی برایم هدفی شخصی ایجاد کرد. بی‌ایست در مقام عذر برآمدم. همین اینها به دلیل ترس از انتقاد بود. از درونم ندای به گوش می رسید که می گفت از انجام این مهم بر نمی آیی. بیش از اندازه بزرگ و خطرناک است. احتیاج به صرف وقتی بیش از اندازه دارد. بستگانت چی خواهند گفت؟ چگونه روزت را خواهی گذراند؟ تا کنون کسی فلسفه درباره موفقیت ننوشته است. تو چگونه به خودت اجازت میدهی چون این کاری بکنی؟ راستی مگر تو کیستی که تا این اندازه هدفهای سطحی بالا در نظر میگیری؟ تو از فلسفه چی میدانی؟ مردم خواهند گفت که فلانی مشاورش را از دست داده است و البته همه حرفا را هم زدند. پرسیدند که چرا تا کنون شخص دیگری به این کار اقدام نکرده است؟ این سوالها و بسیاری از سوالهای دیگر به ذهنم هجوم کردند. باید به آنها رجوع میکردم. گویا همه دنیا چشمش به من بود. به نظر می رسید که همه مرا به دلیل پیروی از پیشنهاد کارنگی مسخره می کنند. فرصتی مناسبی داشتم تا این شهرت طلبی را قبل از آن که بر من حاکم شود از بین ببرم. بعداً پس از آن که با هزاران نفر مصاحبه کردم و زندگیشان را مورد تحلیل قرار دادم، به نتیجه های شگفت انگیز رسیدم. فهمیدم که بسیاری از نقطه نظرها را باید آفرید. نیاز به برنامه و عمل روشن بود. زمان پرستاری از نقطه نظر زمان تولد آن است. هر لحظه که بیشتر زندگی می کند، امکانیت بقای و دوامش بیشتر می شود. ترس از انتقاد در عمق بسیار نقطه نظرهایی است که هرگز به سطح برنامه ریزی و اقدام نمی رسند. در فاصله کسادی بزرگ W.C. فیلز کم دینی مشهور همه دارایی‌اش را از دست داد. به جای رسید که نه شغل داشت و نه درآمد. راه برای گذرانیدن روز نمی شناخت. به ضمن این سنش از 40 گذشته بود و این سن است که خیلی ها خود را پیر و سال خورده می پندارند. آنقدر به بازگشت به صحنه علاقمند بود که حاضر شد به دریافت پول روی صحنه برود و این بار در زمینه سینما خود را بیازمایید. صرف نظر از مشکلات دیگر به زمین غلطید و گردنش مجروح شد. برای بسیاری دیگر این مفهوم جز شکست نداشت، اما فیلز بردوامی به خرج داد. او می‌دانست که اگر ادامه دهد دیر یا زود موفق می شود و همین اتفاق هم افتاد، اما موفقیت او تصادفی حاصل نشد. مری درسلر در شرایط نامناسب قرار گرفت، ثروتش را از دست داد. او هم 40 ساله بود. او هم مناظر راه نجات شد و آن را یافت. دوامدهی او در سالهای بعد زندگی
و پیروزی‌های بزرگی انجامید. توجه داشته باشید پیروزی‌های او در سن و سال به دست آمد که بسیاری زنان و مردان هیچ آرزوی اشتیاقی در سر ندارند. ادی کانتور در سال 1924 در پی فروپاشی بازار کاغذهای قیمتناک دار و مدارش را از دست داد، اما هنوز از بردوامی و شجاعت برخوردار بود. با کمک اینها و با کمک چشمان روشن و بینا به درآمدی معادل هفته $10,000 دست یافت. براستی که هر کس بردوامی به خرج دهد در هر شرایط به موفقیت میرسد. بدانید که راه برخورد با همه این رنج‌ها بردوامی و پایداری است. باید هدف و قصد استوار داشت. روی 100 نفر از آشنایان خود بررسی کنید. از آنها بپرسید که در زندگی بیش از همه به چی علاقه دارند. قول می‌دهم 98% آنها نتوانند جواب بدهند. اگر آنها را برای دادن جواب زیر فشار بگذارید، برخی به امنیت، گروه به پول و خوشبختی و جمع دیگر به شناخت اجتماعی و آسانی زندگی، توانایی در خواندن و رقصیدن و نوشتن اشاره می‌کنند. اما هیچ کدام نمی‌توانند این واژه‌ها را تعریف کنند. توجه داشته باشید که ثروت و تناسایی نسبت به میل و آرزو واکنش نشان نمی‌دهد. واکنش آنها به برنامه‌های مشخص، میل و اشتیاق شکل گرفته و دوامدهی همیشگی است. چگونه دوامدهی خود را افزایش دهیم؟ با کمک 4 اقدام ساده می توانید به بردوامی عادت کنید. نیاز به هوش و فراست و آموزش خاص نیست. اقدام‌های مهم لازم عبارتند از: 1. حرف مشخص همراه با اشتیاق سوزان برای رسیدن به آن. 2. برنامه مشخص به اقدام دائمی و پیوسته. 3. ذهن بسته و دفاع کننده در مقابل نفوذهای منفی و ناامید کننده و از جمله آنها پیشنهادهای و تلقینهای منفی دوستان، آشنایان و بستگان. 4. استفاده از همکاران دارای شرایط. اینها 4 اقدام ضروری برای موفق شدن در زندگی هستند. هدف 13 اصلی فلسفی این کتاب است که این 4 مورد را در شما تلقین کند. با این اقدام‌ها سرنوشت اقتصادی خود را مشخص می‌سازد. اینها اقدام‌هایی هستند که به مقدار کم یا زیاد به نعمت و ثروت می‌رسانند. اینها راه را برای رسیدن به قدرت و شهرت و شناخت هموار می‌سازند. اینها 4 مرحله هستند که امکانات مطلوب را برای شما فراهم می‌آورند. اینها اقدامی هستند که رؤیای شما را به حقیقت پیوند می‌دهند. اینها به غلبه به ترس و یأس و ناامیدی و به فرقی می‌رسانند. هر کس بر این 4 مرحله پیروز گردد، از اجر و پاداش بزرگ بهره‌مند می‌گردد. چگونه می‌توان بر مشکلات غالب آمد؟ براستی که بردوامی به شخصان نیروی قدرتمند برای غلبه بر مشکلات می‌دهد. آیا حالت دوامدهی که در ذهن شخص ایجاد می‌شود به او امکان می‌دهد که به نیروهای فوق الطبیعی دسترسی داشته باشد؟ آیا نیروی به انتهای طبیعی خود را در جانب کسی قرار می‌دهد که هنوز به مبارزه ادامه می‌دهد؟ آن هم زمانی که نبرد را باخته، آن هم زمانی که همه در جانب مخالف او هستند. این سوالها و بسیاری از سوالهای مانند آن وقتی درباره زندگی شخصان مانند هنری فورد بررسی می‌کردم به ذهنم وارد شد. مردی که از صفر آغاز کرد و یک امپراتوری صنعتی را به راه انداخت. او کار بجز بردوامی انجام نداد و یا توماس ادیسون که با کمتر از 3 ماه درس خواندن بزرگترین اختراعکار جهان گردید و درس دوامدهی و پایداری را به دنیا آموخت. من از این امتیاز برخوردار بودم که مدت طولانی هنری فورد و توماس ادیسون را از نزدیک بررسی کنم. از این رو میگویم که من به استناد دانش خود حرف میزنم و به این دلیل است که میگویم هیچ حالت به اندازی بردوامی و پایداری کارسازی ندارد. به همین دلیل است که میگویم
بردوامی مهمترین رکن پیروزی این مردان بوده است. وقتی درباره پیامبران، فیلسوفان، اعجازگران و رهبران مذهبی بررسی میکنیم، به استثناء به این نتیجه میرسیم که بردوامی، مرکزانیدن و تصمیم قطعی و هدفی مشخصی منبعها اصلی موفقیت آنها بوده است. برای مثال، سرگذشتی حیرت انگیزی پیامبر اسلام را در نظر بگیرید. زندگی او را تحلیل کنید. او را با اربابان عصری صناعت و اقتصاد مقایسه کنید و ببینید که چگونه شباهت میان آنها وجود دارد. ببینید که بزرگترین جهتی ماننده بردوامی و پایداری است. اگر میخواهید از قدرت شگرف بردوامی و پایداری با خبر شوید، زندگی پیامبر اسلام را بخوانید، ببینید درباره او چی نوشته‌اند. آخرین پیامبر خدا معجزه‌ای مخصوصی نداشت. او در مکتب‌های رسمی زمانه خود درس نخوانده بود و قبل از 45 سالگی رسالت بزرگ خود را آغاز نکرد. او در 40 سالگی به پیامبری مبعوث شد. با او چه تهمت‌های ناروایی که نزدند، چه رفتارهای ناشایسته که با او نکردند. او را مجبور کردند که از مکه مهاجرت کند. پیروانش مال و منال خود را از دست دادند و در پی او راهی صحرا شدند. او 10 سال در راه دین خدا کوشید، اما جز فقر و تمسخر دیگران نصیبی نبود. 10 سال دیگر هم به همین طریق گذشت، اما در پایان این 10 سال دوم او فرمانروای سرزمینی عرب بود. حکمران مکه بود. او مذهب جدیدی به ارمغان آورده بود که بخش بزرگی از عالم را در بر می گرفت. موفقیت او را باید در 3 عامل جستجو کرد. یکم، قدرت کلام. دوم، تأثیر دعا و نیایش و توکل به خداوند. پیامبر اسلام در یکی از خانواده‌های برجسته اما فقیری مکه به دنیا آمد. مکه در آن زمان 4 راه دنیا بود. جایگاه کعبه بود، مرکزی بزرگ تجارت بود. بسیاری از کودکان و طفلان مکه در بادیه ها بزرگ می شوند. پیامبر اسلام هم در نزد بادیه نشین ها پرورش یافت. او با شیر مادران بادیه نشین بزرگ شد. او در کودکی چوپانی میکرد و کمی دیرتر به خدمتجویی یکی از زنان ثروتمند عرب درآمد تا به کاروان او سرپرستی کند. او در این وظیفه به گرد و اطراف دنیای شرق سفر کرد. با مردان و زنان هم حرف زد که باورهای گوناگون داشتند. او غروب مسیحیت را در بسیاری از قشرهای و قومها مشاهده میکرد. در 25 سالگی با خدیجه، همان زنی بیوه عربی که او را برای سرپرستاری کاروانش به کار گرفته بود، پیمان ازدواج بست. 12 سال پس از این ازدواج محمد صلی الله علیه و سلم در هیبت یک تاجر ثروتمند زندگی میکرد تا اینکه راهی بیابان شد و سرانجام روز با نخستین آیه قرآن بازگشت و به خدیجه گفت که جبرئیل با او ظاهر شده و با او گفته که پیامبر خدا باشد. قرآن کتاب خدا بزرگترین اعجاز پیامبر در اسلام بود. پیامبر شاعر نبود. او با ادبیات آشنایی نداشت، اما آیات قرآن به شکلی که بر او نازل میشد از شعری هر شاعر زیباتر بود و بهتر به دلها می نشست. هیچ سخنور مانند او کلام را به زبان جاری نمی کرد. این برای عرب‌ها در حکم اعجاز بود. آیات قرآن برای عرب‌ها بزرگترین هدیه بود که دریافت می‌کردند. قرآن همه را بشارت می‌داد که جملگی مردم در برابر پروردگار عالم برابر هستند. این باور و در هم کوبیدن بت‌ها در سرزمین کعبه او را به موفقیت رساند. این بت‌ها قبیله‌های عرب را به مکه می‌کشاندند و معنای این هم تجارت بود. در نتیجه سوداگران و بازرگانان مکه بر او شوریدند. محمد بر بیابانی عقب نشینی کرد تا ادعای حاکمیت بر عالم کند. ظهور اسلام آغاز شد. از صحرای عربستان شعله زبانه کشید که خاموش شدنی نبود. ارتش فراهم آمد که جملگی حاضر بودند تا آخرین قطره خون خود بجنگند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم از کلمه ها و مسیحیات دعوت کرد که به او بپیوندند. او از همه کسانی که به خدا ایمان داشتند دعوت کرد تا متحد شوند
اگر کلیمه ها و مسیحی ها دعوت او را میپذیرفتند، دنیا با تمام مساحتش اسلامی میشد. اما آنها این کار را نکردند. وقتی ارتش اسلام به بیت المقدس وارد شد، خون از بینی کسی جاری نشد. اما یک عصر بعد، وقتی جنگجویان صلیبی وارد بیت المقدس شدند، از جان هیچ مرد و زن و کودک مسلمان نگذشتند. با این حال مسیحیان یک نکته نظری مسلمانان را پذیرفتند و آن جایگاه علم و دانش بود.